تو دنیایی که پر از مواد نگهدارنده و افزودنیه هنوزم میشه طبیعی زندگی کرد و یک کسب و کار راه انداخت. این یک کسب و کار معمولی نیست، بلکه یک کسب و کار واقعی با محصولات تازه و کاملا ارگانیکه. بله، دقیقاً در مورد روغن‌های پرس سرد، کره‌های مغزیجات، ارده سنتی و ادویه‌های تازه و خوش‌عطر دارم صحبت می‌کنم که نه تنها سلامتی میاره، بلکه یک کسب و کار و منبع درآمد فوق‌العاده است. حالا بیایم ببینیم چجوری میتونیم این کسب و کار رو شروع کنیم و چه تجهیزاتی رو نیاز داریم. اولین دستگاهی که شما نیاز دارین دستگاه روغنگیری پرس سرده که میتونیم با استفاده از این دستگاه کنجد، سیاه‌دانه و انواع دونه‌های روغنی رو روغنگیری انجام بدیم و یه روغن کاملا تازه و سالم و خالص بدون مواد افزودنی و ارگانیک و بدون حرارت بالا تولید کنید. در کنار این دستگاه میتونید یه دستگاه کره‌گیری مغزیجات هم اضافه کنید و از بادام زمینی، فندق، پسته کره‌گیری انجام بدین و یک کره تازه و خوشمزه تولید کنید. اگه میخوای ارده هم داشته باشید، در کنار این دستگاه ارده‌گیری هم میتونید اضافه کنید و از کنجد بوداده ارده تازه تولید کنید. و یا اگه میخوای تنوع بیشتری بدی، دیگه خیلی کولاک بکنی، پیشنهاد من اینه که یه دستگاه آسیاب هم کنار این دستگاه اضافه کنی و از دارچین و فلفل و غیره در همون لحظه ادویه تازه تولید کنی. اگه دنبال یه شروع تازه‌ای، همین الان بهترین زمانشه. ما توی مجموعه فود تجهیز تمام این تجهیزات رو با تنوع خیلی زیاد داریم، مشاوره و آموزش رایگان هم میدیم. پس شروع از تو، پشتیبانی از ما.